علمای معزز کشور، میهمانان محترم، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. قرآن پاک برای حفظ و تداوم زندگی مسالمت آمیز از تمام عوامل و اسباب اختلاف و منازعه مؤمنان را قاطعانه منع می‌کند. ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحكم. یک اصلش در صورت بروز اختلاف حتی در یک فامیل، الله جل جلاله توصیه می فرماید فإن تنازع و این خفتم شقاق بینی فابعثوا حکما من اهله و حکما من اهلها این یرید اصلاحا یوفق الله بینهم. وقتی که الله اجازه نمیدهد که در مابین زن و شوهر در یک جامعه اسلامی اختلاف بروز کند، آیا مجاز است یک ملت سالها در آتش جنگ بسوزد؟ به هیچ وجه. جملاتی را که علمای عزیز برادر مجاهد و جناب شیخ صاحب فرمودن کلن بسنده بود. به ارتباط فرموده جناب مجاهد صاحب یک چیز اضافه میکنم که اونا بسیار به نکته خوب اشاره کردن که بلی نکته که مجاهد صاحب شما اشاره کردین، اقبال میگه افغانیون که غیرت دین که ہے علاج ملا کو ان کی کوه دمن سی نکال دو. ابلیس با پیروان خود توصیه میکنه که اگر بخواهیم که ملت مسلمان افغان از دینشان دور کنین، از کنارشان علمایشان بگیرین. بنابراین در طول تاریخ رولی را که علما انجام دادن، هیچ قشر، هیچ قائد، هیچ سیاستمدار در اون مستوا قرار ندارد. در سال گذشته یک ارزیابی شده بود در مورد اشخاص اقشاری که در افغانستان مؤثر در جامعه افغانی می باشد. از طرف ایشیا فوندیشن شاید دوستا دیده باشند که تا هنوز هم در همین شرایط ناگوار که شب و روز علیه علما توطئه میشه، باز هم 85% ملت مسلمان افغانستان بالای علماشان اعتماد دارند. بلی رولی علما بسیار عمده است ولی اجازه نمیدهند. برای علما اجازه داده نمی شود. این موضوع را بارها از منبر من عنوان کردم. درست است که به تمام ملت خود ما احترام داریم، به خواهرای خود، به مادرای خود، حتی در پروسه صلح در افغانستان عزت و قدری که یک خانم مسلمان و افغان دارد شاید اکثر ملت نداشته باشد. در ولایات جنوبی ما آنقدر عظمت و جایگاه زن بلند است که در مابین دو قوم وقتی که جنگ شود چادر خودم می اندازد. به احترام چادر یک خانم جنگ توقف می کند. ولی کدام خانم؟ او خانمی که امروز شوهر خود از دست داده است، اولاد خود از دست داده، به او اجازه داده شود، به او فرصت داده شود که وقتی که در مذاکرات نشست می کند او می تواند که با مو زبان خود دردی که دارد جانب مقابل متقاعد بسازد که بیادر جنگ توقف. دوم، بلی علما رول دارند ولی شرط اساسی برای وحدت علما استقلالیت علما است. تا به وقتی که از تمام گرایش‌ها علما استقلالیت خود حفظ نکنند رولشان بی‌معنی است و یا رولی ندارد. استقلالیت کامل از گرایشات قومی، سمتی، سیاسی، تنظیمی، از همه چیز به صفت یک عالم آزاد، بالا الله پایین تو، بس. در غیر از او در صورتی که علما بلیگو باشند، علما در موقف قرار بگیرند که به صفت ابزار از وا کار گرفته شود تا به اصطلاح نزدیک چوکی و بعد از او خدا حافظ، با او شکل فکر نکنم که ما مؤثر باشیم.
به این اساس دوستای عزیز، شیخ صاحب در مورد خروج نیروهای خارجی گفت بلی، یک انسان اگر 3 روز برادرش مهمان شود در خانهش، در روز 4 میپرسد که برادر کدام کار و بار و غریبی نداری، تا چی وقت اینجا میباشی؟ این طبیعت است و خصوصا این از جمله فطرت ملت مسلمان افغانستان است. به هیچ وجه هیچ خارجی در افغانستان کامیاب نشده است و کامیاب نمیشه. ما تشویش نداریم. الله اکبر ولله الحمد. تشویش نداریم، در این ناحیه نظمون قصد تشویش نیست، لیکن تشویش به کم ځای کې ده. ملت لگ مشوش دی، ملت ما نگران است که فضای اعتماد سازی شود، تبلیغات می شود، به شکل تبلیغات می شود. متاسفانه که متوجه باشین، دعا بکنین همی خارجی ها بمانند. اگر همی خارجی ها پس شوند، ما و شما بار دیگر درگیر میشه. ببین به چه شکل از حال مردم مشوش شده است. حتی بارها میگن که ولی این خارجی ها غنیمت هستند. چه غنیمتی است؟ چه مان به ما؟ کی کشته می شود؟ به یک سرباز امریکایی، به قتل یک سرباز امریکایی یک پروسه بزرگ ملی ما توقف داده می شود. ترامپ اعلان میکنه که سربازی ما کشته شده است. به یک جاسوس امریکایی که در ایران فعلا غیر است یا مفقود است، از رادیوی آزادی شنیدم که ترامپ میگه ما 25 میلیون دلار به کسی میدیم که او را پیدا کنه. 25 میلیون دلار به خاطر یک فرد. و افغان قیمتش خلاص، نه خونش ارزش داره، نه وجودش ارزش داره. از هر طرف کشته می شود، افغان کشته می شود. بناهن وقتی که چنین وضعیت ما بپذیریم، درک مسئولیت نکنیم، احساس مسئولیت نکنیم تا اینکه در افغانستان صلحی بی آلایش، صلحی که در او ارزش‌های دینی ما، ارزش‌های اسلامی ما، ارزش‌های افغانی ما، منافع ملی ما تامین شود. به خاطر این صلح ما مکلفیت داریم که با تمام ملت موضوع را شریک بسازیم. تمام ملت افغانستان صلح می‌خواهند، همه و همه. هر کس در هر گوشه و کناری که هست به صلح و تشنه است. چرا ملت هر روز قربانی میدن؟ جنگ از ما قربانی میگیرد، نه از خارجی ها. این یک وجیبه اسلامی و ملی همگی ماست. ما و تمام ملت خود اطمینان میتیم که انشاءالله به لطف پروردگار و تلاش علمای عزیز کشور، تنسیق و هماهنگیشان، استقلالیت فکرشان، استقلالیت نظر و آزادی و حریتشان بتوانند که انشاءالله این پروسه اسلامی و ملی را کامیاب بسازند. الله در این راستا به همگی ما توفیق بده و در سرزمین ما صلح و امنیت تامین بکند. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.